خب بگو داشتی چی میگفتی؟ این چیه؟ این خاک شیره. آره. خب این چیه؟ خاک شیره. خب این تخم شربتی. آره. خب ما داریم الان چیکار میخوایم بکنیم؟ داشتی میگفتی ما میخوایم اول تخم شربتی رو بریزیم توی سر. توی این سر. بله مرسی. همه شو که نه یه ذره شو. نه خب بذار من کمکت کنم. اینجا بگی تو بگی. نمیخوام. نه نمیخوام. همه شو میخوای. خب باش یه ذره شو باید بریزی. نگاه کن مثلا اینجوری ما همه ریختیم. این مقدار خوبه. خب اینو ریختیم اینجا. حالا میایم اینو میذاریم اینجا. میایم سراغ اینی یه ذره شو باید بریزیم. من برای شما باز میکنم شما اینو بگیر. نکن یه ذره شربتی. خب حالا به مقدار لازم میبینیم. خب حالا باید بریم دست بهش نزنیم. بذاریم آب بریزیم داخلش. توی نبری. چشم. داخله. داشتی تعریف میکردی. من کی هستم؟ بابا. خودت اسمت چیه؟ مادانا. بارانت فامیلی چیه؟ از چند سالته؟ 2 سال و نیمته؟ آره اینو ببینم. در آب ما ریختیم. ما داریم چیکار میکنیم؟ خاک شیر درست میکنیم با تخم شربتی. آره. بعد الان عروسکات میدونی اسمشون چیه؟ اسمشون بگو. نه دیگه خرگوشی، یکی موز. اینم گذاشتیم اینجا. ما اینا رو اینجا میذاریم یه مقدار کثیفیاش بیاد بیرون. اینایی که خرابه بیاد بالا. بعد دوباره آب میریزیم توش. دوباره کم میکنیم زیاد میکنیم. هی آب کم هی زیاد. درسته؟ آها خوبه. پس تا اینجا استوب کنیم باشه؟ شما رضایت داری که فیلمتو پخش کنم؟ آره. اینا باید درست کنی. درست کنی. خودش چیکار میکردی؟ با من صحبت کن راحت. بابا ببین اینا رو بعد بذاری فریزر. هنوز زوده. باید کثیفیاش بره بابایی. اول باید کثیفیاش بره. میخوای یه ذره پایین هم بزنی؟ بذار قاشق خودت کجاست؟ بیارم نه بده. یه ذره آروم آروم هم. اینو هم بزنم اینو. بله. اون یکی هم آروم آروم هم بزن لطفا. ممنون از شما. اینا خاک شیر اسمش. که یا میخوریم موقعی که هوا گرم میشه. تمیز میکنیم چند بار تا قشنگ بشه. دیگه پاس مداره هم میزنم. ها جانم اوله هم میزنم. خیلی بفرمایید. اینو یه بار آبش عوض کردم. رسیدم پیش مامانم. اونجا میمونم. مادر موز هم جانم عاقل بود. هم جانم زنی با هوشو نگاهی کرده خرگوش
موش هی مادر موشه خب الان چند دقیقه گذشته و شما این کارا رو انجام دادی آماده کردید درسته؟ اون الان دوباره یه بار یامش کم شده میرم همینطور دوباره یه بار دیگر تمیزش میکنیم و قاشق افتاد اینجا بابا اینو نه اول این یکی اول اینه اول اینو خب بعد بریزیم توی ما اینا رو تمیز کردیم اینجا ببینید چند بار رفته تمیز شده الان فقط میریزیم اینجا تا قلبی بشه این از اولیش ببین قلبیش بشه اینجوری تو هنوز لباست اینجوریه خیسه هنوز به خدا بانو خانم میگیره درسته؟ ممنون از شما نه بذار میریزه بابا اینجوری یه قاشق میریزیم میبینی؟ جهان لاغر من پر میکنم به تو میدم خوبه؟ آفرین من انجام ندم ببینم آفرین یه دونه اینجا هم پر کن خوب بابا این دسته دیگه اونجا نه با دستم خوبه؟ یه دونه هم یه دونه من میریزم بله شما بریزی هم یه دونه هم من ریزم باشه شما بریزی خوبه مرسی یعنی کافی اینو بگی
اینجا حالا اونو با این بیس با این میشی با این باشو خواهیست بینی من بابا فیسی به دوستتون آره بابا به دوستتون بزنیم به عکس من رو نشون بدیم فیلمتون میخوایم نشون بدیم خب نه خب نینی هم هستن یاد بگیرن خب که ببینن نینی خونه مامان نشونن نینی ها بله خونه مامان نشون هستن دارن استراحت نمزون توی یخچال فریزر نفر بگیرم اوه به خدا قبلی هم نشون بدن چی درست کردیم ده سمت بزنیم بایدیم سعده اوه سعده آره خیلی اینم قبلی است بفهم به تو پیشی بیست پیشی اینا تمیز کردم پیشی سلام سلام این کچوله پیشی بله برشو بده بفرمایید این کچوله نه کچوله رو بردار بده سلام پیشی بابا سلام من چیکار بگو میکنم میام میام برشو ببندم آره بابا بله درشو بده درشو بده افایی خب الان باید بریم لباس رو عوض کنیم کثیف شده بود خب تمیز کنیم خدافیزی کن خدافیزی کن بگوست نه اینجا خدافظ بای بای دوستتون دارم خدافظ